اونا از دشمن نمیترسن ولی از سرما میلرزن. سرد هوا. اگه اون داره به امتحان سخت مقاومت امتحان میشه، ما امروز داریم به امتحان. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟ چون ببین ما کمک‌های مردمو مستقیم داریم دست مردم میرسونیم با همانگی که اونجا با مجموعه حزب الله و بچه‌ها کردیم. من امروز یا تو فامیل بلند میشم یه دور میزنم صحبت میکنم، میبینی یه عالمه پول و طلا داره میشه. شما نمیتونید تو فامیل بلند شی صحبت کنی؟ شما نمیتونی بین راستا بازار را بیفتی یه صدایی کنی، ندایی کنی؟ نمیشه وسط مسجد نماز بلند شد حرفی زد؟ بله، حرف و حدیث و حجم زیاده. و امروزه که داریم امتحان میشیم. امروز جنگ آواره هاست. یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بی‌پناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره. و اسرائیل تکلیف خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بی‌پناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست.